الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. درود شریف بخوانید. اللهم صل على سيدنا وشفيع الحبيب مولانا محمد وعلى آله وصحبه. عزیزان گرانقدر، فضلای بزرگوار دارالعلوم زاهدان، علما، مدیران، ائمه جمعه، مدرسان، امروزه با این القاب شما را عنوان میکنیم و یاد میکنیم. الحمدلله بسیار خوشحالیم، خرسندیم. بعد از مدت طولانی دوباره توفیق یافتیم که خدمت شما باشیم و این جلسه را برگزار بکنیم. همونطور که جناب مولانا حافظ اسماعیل فرمودند، عنوان بنده فقط خیر مقدم هست و صحبت و بیان و هر چی که باشد شیخین انشاءالله بیان می فرمایند، حضرت شیخ الاسلام و جناب مفتی محمد قاسم حفظه الله. و اصل جلسه برای این هست که خود شما هم اینجا صحبتی، درد دلی، مطلبی، هر چی که دارید هم تریبونی برای خود شما هست. بنده خیر مقدم عرض می کنم خدمت یکایک شما عزیزان، علما گرانقدر و ارزشمند و بزرگواران که با وجود مشغولیت های علمی، با وجود اینکه اکثرا میبینم صاحب کلاس و مدرسه و تعلیم هستید و کلاس هایتون را گذاشتید و در این جلسه شرکت کردید، انشاءالله که الله عزوجل به اون هدفی که این جلسه تشکیل شده و برگزار شده، در اون هدف همه من و شما را موفق بگرداند و همه من و شما را الله عزوجل راهنمایی بفرماید. مناسب هست که یادی بکنیم از اساتیدی که در جمع ما نیستند. بسیاری از اساتید حدیث، اساتید بزرگوار، مشایخ ما که به ملاقات رب رفتند، دعا بکنید که الله عزوجل اونها را مورد رحمت خاص خودش قرار بدهد و الله عزوجل مغفرت بکند. خواستم نام ببرم، ترسیدم که نامها فراموش نشه چون از بس زیاد هستند. سالهای اخیر بالاخره ما اساتید بسیار زیادی را از دست دادیم و امروز در میان ما نیستند. یادشون گرامی و از شما تقاضا دارم که همیشه در دعاهایتون اساتید را یاد بکنید. عزیزان، این جلسه، اصل این برگزار کننده این جلسه استاد ما و مرشد ما حضرت شیخ الاسلام حفظه الله هستند و ایشون میفرمایند خودشون که چرا این جلسه را برگزار کردند و چرا ماها را طلبیدند و اینجا احضار کردند. اما نکته هایی که به ذهن ما می آید هم خدمت شما عرض می کنم. اون این هست که اولا مذاکره خیلی برای ما لازم هست. وقتا فوقتا دور هم جمع بشیم و ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین و ببینیم هدف چیه، هدف ما، هدف این مسیری که ما انتخاب کردیم. خدای نکرده نباشد که اون هدف را ما فراموش کنیم. ما با بقیه مردم متفاوت هستیم و بقیه مردم ما را متفاوت میبینند. بقیه مردم نظر خاصی و نظر ویژه‌ای نسبت به ما
دارند، مایی که منسوب به علم هستیم. حالا کلمه گاهی گفته میشه، حضرت شیخ همیشه میفرمایند من از این کلمه میترسم و ذکر نمی کنم، ولی مردم میگویند که علما جانشینان انبیاء الهی هستند، جانشینان پیغمبران هستند. آیا در اون عنوانی که ما را عنوان میکنند چه اندازه ما قدم برداشتیم؟ چه اندازه ما موفق شدیم؟ انبیا کارشون چه بوده؟ و انبیا چگونه زحمت کشیدند؟ انبیا چگونه تلاش کردند؟ انبیا چی ساختند در دنیایی که ما امروز هستیم؟ به قول علامه ندوی رحمه الله چه کمبودی هست؟ آیا از نظر تکنولوژی، از نظر صنعت، از نظر امکانات رفاهی چه مشکلی هست؟ چه کمبودی هست؟ از هیچ جهتی میبینی مشکل نیست. دنیا چنان با سرعت داره به پیش میره که انسان تعجب میکند. انسان یک قرن گذشته اگر چشم باز بکند و دنیای امروز را ببیند نمیشناسد که این اون دنیای ما هست. اینقدر تفاوت آمده، اینقدر فرق کرده. امروز تمام زندگی ها ماشینی شده، با یک دکمه تمام مسائل شما حل میشه. اما با وجود عزیزان این پیشرفت، با وجود این تکنولوژی، با وجود این همه رفاهیاتی که برای انسان ها هست، مشکلات بیشتر شده، مصائب بیشتر شده. دلیلش اینه که علامه ندوی رحمه الله میفرماد هیچ جایی نیست که برای ساختن انسانها، برای اصلاح انسانها، برای اینکه انسان چگونه ساخته بشه، برای این فکر بشه، برای این برنامه ریزی بشه، برای این دغدغه وجود داشته باشه. همه روی پیرامون انسان، نیازات انسان، ما یحتاج انسان، اون چیزی که باید برای انسان رفاه بیاره، برای انسان راحت بیاره، برای اون فکر میکنند. اما برای اینکه خود انسان درست بشه، اصلاح بشه، برای این کسی فکر نمیکنه. برای این هیچ کسی هم و غم نداره. انبیا علیهم الصلوات و التسلیمات در این زمینه کار کردند. انبیا انسانهایی ساختند و افرادی را تحویل دادن به جامعه که سبحان الله هر یکی برای ملتی کافی بود. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم را ببینید، هر یکی در هر میدانی، کسانی که قرآن از اونها به چه زیبایی تعریف می کند، کسانی که اونها در واقع الگوی محبت بودند، ایثار بودند، از خود گذشتگی بودند، خیرخواهی بودند، دلسوزی بودند، نافع برای انسانها بودند. با وجود اونها و در زمان اونها دنیا تبدیل به گل و گلزار شد. بهترین روزهایی که این دنیا به خود دیده اون روزهایی هست که این نوع انسانهای صالح و انسانهای مصلح در دنیا زندگی میکنند. ما اگر تاریخ گذشته را نگاه بکنیم، بدترین روزهای دنیا اون روزهایی هستند که انسانهای در رد صفت، انسانهای فرعون صفت، انسانهای خونخوار، انسانهایی که بغیر از ظلم و خونخواری و درندگی و شهوت پرستی، اون چیزی که امروز هم هست، چیزی بلد نبودند، چیزی نداشتند. و بهترین روزها و بهترین تاریخ دنیا اون تاریخی هست که این نوع انسانهایی که عرض کردم در دنیا وجود داشتن. پس صلاح و فساد دنیا با انسان بستگی دارد و اصلاح این انسان این وظیفه من و شما هست. من و شما تا چه اندازه به این وظیفه واقعا عمل کردیم؟ سبحان الله، وقتی که انسان قرآن کریم را میخواند، انبیا چقدر زحمت کشیدند. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم 1000 سنه الا 50 عاما. همیشه این آیه را که میخوانم بیاد میفتم که گاهی از ما تقدیر میشه که فلان استاد نیم قرن زحمت کشیده، 50 سال تلاش کرده. چند سال پیش در ترکیه از یه استادی که الله رحمتش بکنه، به رحمت خدا رفت، جایزه مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله را بهش دادند
که 60 سال ایشون زحمت کشیده بود، 60 سال خداوند عزوجل ایشون را رحمت بکند. اما ببینید انبیاء الهی را گفتنش آسان عزیزان، فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما، 950 سال گفتنش آسانه اما تصورش خیلی سخته. و بعد با چه قومی مواجه بود، چگونه انسانها را دعوت داد. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایی الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخره. لذا با این شرایط انبیاء الهی دعوت دادن. دعوت ابراهیم علیه السلام که اینها الگوهای ما هستند، قرآن اینها را به عنوان الگو معرفی می کند، اینها اسوه و قدوه ما هستند. ابراهیم علیه السلام چه سختی های در مسیر دعوت تحمل کرد، همه چیز را قربان کرد، زن و فرزند را هر یکی را در یک جایی فرزند را تقدیم کرد، خودش را به آتش پیش کرد و تقدیم کرد. همه قربانی نبود که ابراهیم نده. این قربانی ها را کردند که خلیل الله شدند، صفی الله شدند، کلیم الله شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول زندگی در شأن نزول آیه استخلاف که ما میخوانیم، آیه استخلاف نویدی هست، بشارتی هست از طرف الله عزوجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض الى آخره، که 3 وعده الله در این آیه داد که یکی از اونها امنیت بود و خوف از بین رفت. بسیاری از اهل تفسیر نوشتن این بود که صحابه بعد از سالهای سال 13 سال در مکه مکرمه گذشت و نزدیک به 7-8 سال در مدینه طیبه گذشت. در طول این سالها همش جهاد، همش مجاهدت، همش سختی، همش تبعید، تحریم، گرسنگی، زود، تا اینکه آخر یه روز خدمت رسول الله عرض کردن یا رسول الله آیا الان میشه روزی که ما شمشیرها رو به زمین بذاریم بدون مسلح، با طیب خاطر، نه اینکه به پیکنیک بریم، نه اینکه تفریح بریم، با طیب خاطر الله را عبادت کنیم؟ اون وقت الله عزوجل این آیه را نازل فرمود که بعد از این خوف دیگه امن هست، بعد از این همه سختی ها دیگه یسر هست، آسانی هست، راحت هست. قدرت دین شما را الله عزوجل، دین شما را بر همه جا مسلط می کند. بعد از جد و جهد، بعد از زحمت، بعد از تلاش عزیزان نتیجه این میشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هم معنیش اینه. اما امروز ما ببینیم، به جامعه خودمون برگردیم، اطراف ما چه خبره؟ مفاسدی که امروز وجود داره، مشکلاتی که امروز وجود داره شاید در هیچ زمانی نبوده. علاوه از این فساد عقیده و فساد عمل که امروز مردم اعتقادشون، باورشون بسیار ضعیفه نسبت به توحید و نسبت به قیامت. مردم اکثرا از عملکردشون اینطور معلوم میشه که قیامت را باور ندارند، به قیامت اعتقادی که باید داشته باشند ندارند. و الله عزوجل الان انسان متوجه میشه فلسفه اینکه این همه سوره به نام قیامت، سوره قیامت، سوره واقعه، سوره حاقه، سوره قارعه، این همه سوره به نام قیامت، یا در سوره های دیگه الله عزوجل به تمام مخلوقات عظام و چیزهای مقدس قسم یاد کرده که ان عذاب ربک لواقع، ان الدین لواقع، انما توعدون لصادق. معلوم میشه که خیلی این مسائل مهم هستند. اما چه اندازه ما به اصلاح عقیده مردم هم در باب توحید هم در باب قیامت پرداختیم، مبدأ و معاد. چه اندازه ما بر افرادی که پیرامون خود ما هستند، حتی در خانواده ما هستند، چه اندازه روی
عقاید اونها کار کردیم، چه اندازه روی اخلاقیات اونها کار کردیم. اخلاق امروز میبینیم در جامعه همه چیز هست به غیر از اخلاق. عمل نیست، نماز نیست، تمام احکام فراموش شده و مفاسد، سبحان الله، دود و شراب و اینا که الان عادی هستن، چیزهایی که در زمانهای گذشته حتی از غیر مسلمانان نمیتونستن تصورشون بکنند که من اینجا ذکرشون را مناسب نمیبینم. لذا خیلی ها هستند که بسیاری از مفاسد را انجام میدهند و برای خودشون افتخار هم میدونند. لذا عزیزان، در رابطه با این گروه و در رابطه با این مشکلات قرار هست که چه کسی بیاید به میدان، قرار هست که چه کسی اصلاح بیاورد، قرار است که چه کسی اخلاقها را درست کند، چه گروهی، چه جمعی. آیا حاکمان این کارها را میکنند؟ آیا عزیزان دانشگاهی ما این وظیفه را انجام میدند؟ لذا عزیزان، هدف اینه که ما نسبت به اون چی که اطراف ما میگذرد احساس داشته باشیم، بی تفاوت نباشیم، بی پروا نباشیم. و اگر واقعا ما شاگرد دارالعلوم هستیم و واقعا رنگ و بوی از دارالعلوم داریم، باید این احساس باشد، باید قلق و اضطراب باشد، باید بیخوابی باشد، باید پریشانی باشد، باید خوابمون را، استراحتمون را، تفریحمون را، بسیاری از خوشگذرانی های جایز خودمون را باید فدا بکنیم، بشتابیم به سوی اون چی که واقعا نیاز هست. و اگر ما در این مسائل کوتاهی کردیم، الله بر ما رحم بکند، عاقبت بسیار بدی. من یک نکته فقط در پایان میخوام عرض بکنم، اون اینه، من عرض کردم که اگر شاگرد واقعی دارالعلوم هستیم، کاش حضرت شیخ اینجا نبود، من بعضی چیزها را میگفتم، ولی خب از نظر شرعی در حضور کسی بالاخره از ایشون تعریف کردن درست نیست. ولی این نکته یک حکایتی هست که بنده خدمت جناب مفتی محمد قاسم همین را عرض کردم، در جلساتی که با شما بودیم هم این حکایت را ذکر کردم، اما دوباره ذکرش میکنم. من یه سالی توفیق عمره شد، عمره به سفر بیت الله رفتیم و در مدینه طیبه در صحن مسجد النبی نشسته بودیم. بسیاری از دانشجویان جامعه اسلامی مدینه منوره اونجا نشسته بودند. دانشجویان از مناطق مختلف ایران بودند، سراوانی بودند، از تالش بعضی بودند، شمالی بودند. یکی از این میان یه دانشجویی بود، افغانی بود که خیلی از شما ایشون را میشناسید. ایشون تا 6 سال در دارالعلوم درس خوانده بود. بعد 2 سال آخر را در دارالعلوم دیوبند رفته بود، از طریق کابل ویزا گرفته بود، رفته بود دارالعلوم دیوبند درس خونده بود. اونجا تخصص هم خوانده بود و به اصطلاح مفتی شده بود. الان الحمدلله تو کابل کار میکنه. بعد از اون مدینه منوره آمده بود تا اونجا درس بخونه و لیسانس بگیره یا فوق لیسانس، دقیق یادم نیست. بعدش ایشون در این جمع که افکاری هم متفاوتی داشتند و دیدگاه‌های هم جوراجوری داشتند، گفت که برادران، من خیلی جاها رفتم و جاهایی که در دنیا مطرح است من رفتم درس خواندم. در دارالعلوم دیوبند 3 سال بودم که اونجا مهد علم هست، تقوا هست، خدا ترسی هست. معروف دارالعلوم دیوبند از نگهبان گرفته و از رفتگر گرفته تا شیخ الحدیث همه اهل دل و کسانی هستند که شب زنده دار هستند از نظر عمل، از نظر علم. امروز تمام دنیا را علم دارالعلوم دیوبند داره حمایت و پشتیبانی میکنه. گفت من در دارالعلوم دیوبند بودم، اونجا خیلی استفاده کردم، خیلی انسانهای بزرگ دیدم. و من اینجا مدینه که آمدم، مدینه هم شما میدونید که شهر رسول الله هست، مهد علم هست، مرکز دین هست، مرکز علم هست، مرکز قرآن و سنت هست. اینجا هم ماشاءالله همه چیزش برابره، 20، هیچ مشکلی نیست. اما من در دارالعلوم مکی یه چیزی که احساس میکنم از سینه شیخ الاسلام در سینه من منتقل شد، فکر میکنم اون را جای دیگه ندیدم و از جای دیگه نگرفتم. اون چی هست؟ اون احساس هست.
نسبت به جامعه خودم اون دردی هست که باید داشته باشه. گفت اینجا هستم، خدا میدونه شبها فکرم با کابل، فکرم با افغانستانه که مردمم در چه وضعیتی دارن از این دنیا میرند. گفت که لحظه شماری میکنم، هر کسی دوست داره که در مدینه بمانه، من لحظه شماری میکنم که درسم تمام میشه زودتر به وظیفه‌ام برسم. لذا عزیزان منظور اینه که ما باید از اینجا درد را، احساس را، اون چیزی که باید نسبت به وظیفه من انجام بدیم باید بگیریم. الله عزوجل ما را توفیق بده و هدف این جلسه هم همینه که ما با اون چی که از زبان اساتید، از ارشادات و راهنمایی های اساتید میگیریم، میشنویم، با خدایمون عهد کنیم و از خدایمون بخواهیم ما را توفیق بده در این راسته حرکت کنیم، قدم برداریم. الله عزوجل هم این جلسه را در این هدف موفق بگرداند و همه ما را در مسیری که هستیم در این مسیر انشاءالله موفق بگرداند. من از این که هم اطاله کلام شد و هم لبگشایی شد در حضور بزرگان عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.